ما ساکنان شهر شاید از سبب آن که اصل دهاتی تباریم هر زمان به آغوش طبیعتی بیرون از شهر سیر کرده در فضای آسایشده فراغت کردن را می خواهیم و برای عائله ما این چیز هر روزی استراحتی به حکم عنعنه در آمده است. اینک ما امروز به جانب آهلیک روان شدیم. دوستان عزیز، مخلصان گروه آریون، روز یکشنبه را روز عائله گیم در خطا نمیکنیم، چون که آنهایی که در کار دولت کار میکنند عیناً روز یکشنبه میتوانند که با اهل عائله باشند، با عائله اعتبار دهند. و امروز نیز در روز یکشنبه ما با اهل عائله با یکی از جایهای زیبا و تماشاباب سمرقند آمدیم که این هم باشد آهلیک پایان است. و در اینجا یک نفر دادر عزیز ما راوی سخنرانی مشهور و معروف سمرقند حسین جان نور محمد یک تدبیرکاری بسیار عجایب کشیدند که این هم باشد با نام سماعات. و در اینجا منطقه‌ای که میبینید اسب‌ها آورده شده است و مردم آمده و اسب‌ها سوار شده سیر طبیعت میکنند. طبیعتی زیبا، جانورانی بسیار هم قابل. شما نیز مرحمت کنید. در واقع طبیعتی آسوده اطراف، فضای وسیع و گشاد و هوای تازه این حدود به کس طبع خوش و نیروی تازه میبخشد. جانوران و خصوص اسب‌ها نیز همچون یک عضو این طبیعت سیاحت ما را خرسندی بخشیدند. میگویند که مادر کلان پدری من از سبب آنکه در کوهستان زندگی میکردند اسب را در دوش، یعنی که در وقت دویدن اسب داشته سوار میشدند. البته من این خیلی اقتدار ندارم، لیکن حالا حرکت میکنم که با این اسب سوار شده سیر طبیعت کنم. براستی اسب سواری به سلامتی فایده دارد میگویند متخصصان و ما به این باری دیگر امین شدیم. حرکت با این جانور از سیر با ماشین خوبتر و خوشتر بوده است. باور کنید ما با صاحبکار جوان سازمان دهنده این فراغتگاه جوانی سخندانی آهلیکی حسین نور محمد درباره تشکیل این فراغتگاه پرسان شدیم. سبب کشادن این فعالیت از آن است که برای آن نفرانی که در شهر زیق شدن از باد و هوا، از کوچه ها، از ماشین سواری ها، آنها را کمی به طبیعت، کمی به همون نیاگانی که با اسب سوار شوی، با دهقانی، با باغبانی مشغول بودن و آنجا جلب سازیم و از آن طبیعت زیبای آهلیک ما بهره مند میشوند، از آن طبیعت زیبای کوهستانی ما بهره مند شده. چخین گویم با اینجا مانند آهنگربا به خودش جلب میکند که حتی آن نفرانی هستند که از مجازان قریبی هر روز اینجا هستند. از شهر زیق شده باشید، اگر که دلتان کمی تنگ شده باشد با جای وسگی ها بیایید، ما برای شما اسب‌ها را میدهیم، از این منظره های زیبا بهره مند میشوید. هر شهریان عزیز، اگر خواهید که شما نیز این گونه فراغتی خوش داشته باشید، پس به آهلیک مرحبا به نزد اسب‌های سما.